هفت خان رستم رو میخوام بهت بگم که چطوری برای خودت هفت خانی درست کنی که از هفت خان رستم قویتر و قشنگتر باشه، که در سن 70 سالگی به این 7 موردی که میگم ببالی و افتخار بکنی. از امروز طوری برنامه ریزی کن، طوری پیش برو، طوری پلن داشته باش که در سن 70 سالگی به این 7 مورد ببالی. اولیش چیه؟ جسمته. تو باید طوری زندگی کنی، طوری بخوری، طوری بخوابی، طوری استراحت کنی، طوری تفریح کنی، طوری لذت ببری که در سن 70 سالگی نگی که این چه زندگی بود من داشتم، هیچ خیری ندیدم. در سن 70 سالگی بگی که کیف کردم. چون این جسمه که تو رو با خودش حمل میکنه، حتی روح تو سواره بر این جسم سالمه. پس جسم تو مراقب باش. 2 همسر. پس 1 جسمت، 2 همسرت. همسری اختیار کن که همراه، همدم، یار، مونس و پشتیبان و حامی باشه. اگر این انتخاب رو انجام ندادی، امروز یه تلنگر و یه پیام برات که تو رو خدا برای یه زندگی 70 ساله 70 ساعت برو سراغ مشاور. برو سراغ مشاور و از مشاور کمک بگیر که من چطور این کار رو انجام بدم، چطور این انتخاب رو انجام بدم. چون خیلی از آدم ها هستن که در سن 70 سالگی رسیدن به جایی که پول داره، پست داره، امکانات داره، همه چیز داره، ولی میگه هیچ خیری ندیدم، یه همراه نداشتم، یه یار نداشتم. کیا میشناسن اینطور آدمایی رو دور و برشون؟ خیلی هم میشناسیم. اون تایی کلاس چه خبره؟ آقا سر خوراکی سنگی پا گم شده. آره نه، سر چایی اونجا مثل که ته چایی هست. 3 مورد شغلت هست. شغلی رو که دوست داری انتخاب کن، چون اگر شغلی رو انتخاب کنی که دوست نداشته باشی بعد از 70 سالگی، یکی از این 7 موردی که افسوسش رو میخوری، میگی که هیچ وقت از کار لذت نبردم. پول داره ها، شهرت داره ها، ولی حال نکرده، کیف نکرده، لذت نبرده. 3 مورد بود. 4 مورد فکرته. فکری که میتونه نجات بخش باشه. همه ما هرچه هستیم، ای انسان تو هرچه هستی همه اندیشه‌ای و بس. این اندیشه رو کی شکل میده؟ آموزش شکل میده. همونطور که حق نداری زیاد فست فود بخوری، حق نداری زیاد مطالبی رو تو ذهنت بریزی که کاربرد نداره. حق نداری هر چیزی رو بخونی، حق نداری هر فایلی رو گوش بدی، حق نداری پای صحبت هر سخنرانی بشینی. باید چیزی رو یاد بگیری که در سن 70 سالگی بگی عالی بود این چیزی که یاد گرفتم. من سلامتی روانم رو مدیون آموخته هام هستم. 5 مورد دوستات هستم. دوستانت خیلی مهمن. دوستانی که بتونن همیشه انرژی بدن، انگیزه بدن، دوستانی که بتونن به شما حال خوب بدن. تو رو خدا نترس از حذف دوستانی که حالتو بد میکنن، دوستانی که به بیراهه میبرنت، دوستانی که شما رو به سمت و سوی میبرن که اصلا نمیدونید کجا دارید میرید، عمرتون رو دارید چطوری میگذرونید. دوستان خوب میتونه در 70 سالگی باعث افتخار شما باشه. و موضوع 6، زمانت. شکارچیان موفق کسانی هستند که در زمان مناسب شکار مناسب رو شکار میکنن. از عمرت خوب استفاده کن. عمرتو برای آموزش، برای خانوادت، برای رشد، برای خدمت، برای خودت و برای کار خیر و از همه مهمتر برای ثروت آفرینی صرف کن. چرا؟ وقتی که ثروت آفرین باشی میتونی دست فقرا رو بگیری. 7 و آخرین مورد فرصت. ببین شکارچی فرصت باش. من تبریک میگم به شما که تو این جمع ها شرکت میکنید. شما شکارچی فرصت ها هستید.
من ناراحت میشم بعضی از شما میگید ما میخوایم مثل شاه حسینی بشیم. تو باید از شاه حسینی خیلی بهتر بشی، خیلی بهتر بشی. کیا این ویژگی در خودشون میبینن؟ با اقتدار دستتو ببر بالا. چون قانون طبیعت اینه که شاگرد باید از مربی بالاتر بشود، بهتر بشود و تو بهتر میشی. من یقین دارم این رو. این 7 خان رو از امروز براش برنامه داشته باش. اگر در هر کدوم از این موارد مسئله‌ای داری، امروز برو حلش کن. امروز تغییر شغل بده. اگر همسرت رو اختیار کردی و الان وارد چالش شدید، برو سراغ مشاور، برو سراغ درمان. ساعتها وقت بگذار، هزینه کن. اگر دوست ناباب داری، آروم و نرم تغییر جهت بده. به سمت دوستی برو که به تو انرژی و انگیزه بده، به سمت جلو هلت بده. برای این 7 مورد آرزو میکنم که همتون بهش برسید.